دختر نوبالغی که گفته میشد باعث مناقشه میان کارمندان میلیسا و ساکنان در دهه لکت شهر استرافشان شده است، در عملیات جلب جوان به ارتش اشتراک داشته است. کارمندان اپراتیوی میخواستند توسط اون دختر جوانی از خدمت حربی سرکشیده را دستگیر نمایند. در این باره فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. سخن از مناقشه می رود که 31 ماه سال 2023 در دهه لکت شهر استرافشان رخ داده است. در نواری که ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت صحنه 2 ایول نشر کرده و بعدا پاک نمودیده میشد که یک گروه ساکنان با کارمندان میلیسیا مناقشه دارند. فرقت خواجه‌زاده گفت کارمندان اپراتیوی برای پیشبرد کار خود شهروندان را نیز جلب میکنند و این دختر در دهه لکت شهر استرافشان هم با خواهش خود با مقامات همکاری میکرد. کارمندان اپراتیوی مشاهده میکنند که در دهه لکت یک جوان سنی حربی از ادای خدمت سرکشی میکند. آنها معلوم میکنند که جوان سرکش با یک دختر همسایه‌اش مناسبت داشته است و طریق تلفن صحبت میکرده است. کارمندان برای یافتن دعوت شونده با اون دختر صحبت و برای دستگیر کردن جوان او را جلب میکنند، گفت دادستانی ولایت سوخت. به دختر فرقت خواجه‌زاده دختر با جوان توسط تلفن صحبت میکند و کارمندان میلیسیا مکان او را معاین کرده به آنجا میروند. جوان از اصل واقعه خبر یافته فرار میکند و همین طور در ماشین دو دختر میمانند. به جای حادثه ناظران منطقوی و نزدیکان دختر میآیند. فهمیش نادرست که گویا کارمندان میلیسیا با مقصد عشق ورزی زنها را با خود برده باشند سبب سر زدن مناقشه می شود، گفت فرقت خواجه‌زاده. پیوندان ساکنان بازداشت شده حادثه را به طور دیگر شرح میدهند و میگویند کارمندان میلیسیا دختر نوبالغ را به ماشین خود سوار کرده به صحرا بردند و نسبت او رفتار ناشایسته کردند. پس از فریاد دختر ساکنان اطراف به نزد ماشین جمع شده از کارمندان میلیسیا شرح حادثه را طلب کردند و قضیه به مناقشه پیچیده است. دادستان ولایت میگوید دختر برای گمراه کردن تفتیشات نشانداد خود را دیگر کرده است. دختر برای نجات عمکش فکرش را دیگر کرده دعوا نمود که من با خواهش خودم نآمدم، مرا برای علاقه جنسی کردن آوردند. اگر کارمندان مقامات نسبت دختران مقصد غیر می داشتند به صحرا جای سیرودم نمی بردند. تشخیصا نیز دروغ دختر را اثبات کردند، ذکر کرد دادستان ولایت سوخت. اما دادستان ولایت شرح نداد که جلب نابالغ برای پیشبرد کارهای اپراتیوی تا کجا درست است. در همین حال رقیه نیوزخاله و مادر دختر نابالغ میگوید کارمندان حکومت و دادستانی شهر به او برای صحبت با ژورنالیستان و پهن کردن نوار از جای حادثه فشار میآورند. یادآور میشویم که 2 هفته پیش 3 آگوست از هم مامورزاده رئیس شهر استرافشان هم حادثه مذکور را شرح داد و گفته بود که سبب اساسی آن معرکه مهم سیاسی دعوت به سطح قواهای مسلح بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هم ضمن نشست مطبوعاتی اخیر خود 14 آگوست سبب مناقشه مذکور را مانع ایجاد کردن برای نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی نامید. طبق اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت در پی این حادثه نسبت به 9 نفر با 3 ماده از جمله افباشی و استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگر شهر استرافشان با اتهام میل افباشی پرونده مأموری ترتیب داده شده است.